خجامه خماریکوف منیجری منطقوی برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهستان در ولایت مختار کوهستانی بادخشان برای راه اندازی نمودن باز یک برنامه نورسان شریکان رشد استوار که بین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خاروق و شریکان رشد عملی خواهد گشت اظهار خوشنودی نمود. به برنامه نورسان و جوانان طبقه آسیب پذیر جامعه شامل می‌گردند و از طرف سازمان ملل متحد مبلغ گذاری کرده می‌شوند. ریحان بگیم مبلغ بخش‌داده معاون رئیس شهر خاروق برای تشکیل نمودن چنین برنامه‌ها که پیوسته از طرف شریکان رشد راه اندازی می‌گردد اظهار مینه‌داری بیان نموده ابراز داشت که با روی دست گرفتن این گونه لایحه‌ها بین نورسان و جوانان سطح دانش اندازی و مهارت و ملکه این قشر جامعه بازم بالا می‌رود. اسنورا دادخدای و کارمند خزینه کودکان سازمان ملل متحد طریق آنلاین با اشتراکداران جلسه ملاقات نموده گفت که این برنامه اساساً برای شهر و ناحیه‌هایی که در نزد سرحد قرار دارند طراحی کرده می شود. غلامشاه لطفعلیف کارمند برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهی در ولایت مختار کوهستانی بادخشان لایحه نورسان شریکان رشد استوار را برای نمایندگان شریکان رشد و مقامات محلی معرفی نموده ابراز داشت که عملی سازی این برنامه در دو سمت صورت خواهد گرفت. برای رسیدن به این هدفها در داخل لایحه فعالیت‌های گوناگون از جمله آموزش‌ها برای نورسان و جوانان، مشورت‌های کسبی، عملی سازی لایحه‌های خرد اجتماعی با جلب نورسان افضلیت دارند. با این لایحه نورسان و جوانان از سن 14 تا 20 ساله جلب کرده شده. اساساً این برنامه در همکاری با بخش جوانان و ورزش شهر خاروق، بخش حفظ حقوق کودک و شعبه معارف شهر عملی می‌گردد. در انجام جلسه راجع به عملی سازی این برنامه میان اشتراکداران صحبت آشکارا صورت گرفت.